سلام، خوش اومدین به ویدیو دیگه با من. این دومین پارت از ویدیوهای رشته گرافیک تو دانشگاهه. خیلی خوشحالم که با من همراهید. اگر ویدیو قبلی رو ندیدید هیچ عیبی نداره. این ویدیو رو میتونید ببینید و بعد برید ویدیو قبلی رو ببینید. حالا برای اینکه یه ریویو بشه براتون که تو ویدیو قبل ما چی گفتیم و چی شنیدیم و چی گذشت، یه توضیحی بهتون بدم که لازم نباشه برید اول ویدیو قبلی رو ببینید بعد بیاد این ویدیو رو ببینید. هم ویدیو رو ببینید بعد برید ویدیو قبلی رو ببینید. توضیحات تکمیلی تر داره. توی ویدیو قبلی من از دوستم یه سری سوالا پرسیده بودم راجع به دانشگاه هنر رشته گرافیک. ببخشید اگر صدام گرفته. برام وایس فرستاده بود، وایسش رو براتون پلی کردم، گوش دادیم با هم و بعدش من یه سری توضیحات تکمیلی بهش اضافه کردم، نظرات خودم گفتم در واقع و گفتم که چون ویدیو قرار طولانی بشه 2 تا پارته، پس پارت قبلیشو که آپلود کردم اینم پارت دومش. اگر دلت میخواد اول برو اونو ببین، بعد لینکشو میذارم این بالا. اگرم نه دلت نمیخواد اول همینو ببین بعد برو اون پارتو ببین. توی ویدیو قبلی راجع به کنکور هنر و کنکور عملی هنر صحبتاشو شنیدیم و اینکه دانشگاه چقدر سخت و چقدر آسونه. حالا توی این ویدیو اگر این هواپیما داره رد میشه و صداش به گوش شما میرسه از شما معذرت میخوام و دلم میخواد با آقای خلبان بگم که چرا هر وقت من ویدیو میگیرم از بالای سر خونه ما رد میشی؟ ای بابا، من اومدم یه ویدیو بگیرم، هم آقای خلبان رد شد با هواپیماش از بالا سر خونمون، هم آقای وانتی اومد این بغل شروع کرد به خریدار بودن، هم همه چی گفتن، همه کار کردن. اب نداره. بریم که ببینیم توی این ویدیو چه حرفایی میخوایم ازش بشنویم. بریم. خب قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم لایک کن، سابسکرایب کن، کامنت بذار مثل همیشه. واقعا لایک و کامنت و سابسکرایب شما خیلی به من انرژی میده. وقت میذارم برای درست کردن ویدیوها و انرژی لازم دارم ازتون. واقعا خیلی بهم انرژی میده کامنت های قشنگتون. سوالی دارین ازم بپرسین، واقعا ممکنه که سوال براتون پیش بیاد یا 100% پیشنهاد و انتقادی دارید برام بنویسید، حتما با روی باز ازش استقبال میکنم. سابسکرایب هم که بکنید دیگه، کامنت هم بذارید، لایک هم بکنید. کامنت رو که اول گفتم. خب پس حالا که سابسکرایب کردی، کامنت گذاشتی، لایک هم کردی، بریم سوال سوم از سالهای رشته گرافیک رو از دوستم بپرسیم. ازش پرسیدم که چه درسایی توی دانشگاه به رشته گرافیک اضافه شده. بریم ببینیم چی گفته. خب درسایی هم که اضافه شده مثلا برای گرافیک چیزایی که ما نداشتیم، یه دونش ارتباط تصویری بود که ما نداشتیم، بعد طراحی پیشرفته نداشتیم تو هنرستان، یا نرم افزار نداشتیم. مثلا توی نرم افزار فتوشاپ رو یاد میدن که تو هنرستان نداشتیم، ایلاستریتور رو یاد میدن که اونم نداشتیم. ارتباط تصویری هم راجبه یه دیگه کوچیکی داشتیم توی هنرستان، ولی این ارتباط تصویری که تو دانشگاه داریم خیلی گسترده تره. مثلا زوم میکنه روی رشتهمون، چون اسم دیگه گرافیک اصلا ارتباط تصویریه دیگه، راجب کارهایی که میکنیم و اینا. و ارتباط تصویری 1 2 3 داریم توی دانشگاه. بعد نرم افزار گرافیک هم همینطور 1 و 2 داریم. بعد چیزای دیگه‌ای که اضافه میشه، طراحی پوستر، طراحی لوگو به طور اختصاصی ما تو هنرستان نداشتیم، اینجا داریم. و انیمیشن و دیگه تصویرسازی هم ما تو دانشگاه واحد کمتری داشتیم، اینجا بیشتر داریم. همه چی یه ذره بیشتر شده، ولی در اصل چیزی که بیشتر اضافه شده به درسامون، مثلا همه چی گذروندیم تو هنرستان تقریبا یه لول آسون ترشو، ولی چیزایی که اضافه شده نرم افزار گرافیکه، طراحی پوستر، طراحی لوگو
و ارتباط تصویری و انیمیشنه. اینا اضافه شده. زود صداشو پاس کردم. خب پس یه جورایی درس خاصی توی دانشگاه اضافه نشده. یه جورایی همه اون درسایی که تو دانشگاه هست رو توی هنرستان داشتیم. اما پیشرفته ترش رو تو دانشگاه داریم. پس برای شمایی که از هنرستان دارین میرین راحته، چون یه آشناییتی دارید. مثلا حتی نرم افزار هم که میگه نداشتیم تو هنرستان، داشتیم، اما نه به پیشرفته بودن دانشگاه. قاط زدم کلا. مثلا توی هنرستان ما با یه سری نرم افزارهای خیلی کم کار میکنیم، مثلا فتوشاپ یا مثلا کورل کار میکنیم. تازه اونم خیلی مبتدی، یعنی مگر اینکه مثلا هنرستان غیر دولتی و مثلا نمونه و اینا باشید که نرم افزارهای خفن مثل ایلاستریتور یا پریمیر حتی باتون کار کنن یا انیمیشن کار کنن. اما اگر هنرستان‌های معمولی و دولتی و اینا باشید، زیاد توی هنرستان با نرم افزار کار ندارید. پس برای شما که از هنرستان میری راحته دیگه. آقای هواپیمایی باز داره رد میشه از بالای سر خونمون. آقای خلبان. خلاصه، اما برای کسی که از رشته‌های نظری میره، خب یکم کار سخت میشه، چون همون آشناییت نسبی رو هم نداره مثلا با نرم افزار و اینا. خب ما تو هنرستان توی ویدیوهای قبلی که براتون گذاشته بودم که درسای گرافیک رو بهتون گفتم، کاری که باید بکنید تو هنرستان و اینا، بهتون نشون دادم که مثلا ما طراحی لوگو کردیم، طراحی سطح اداری انجام دادیم، یا مثلا یه همچین چیزایی ما انجام دادیم، یه سری پوسترها رو ما درست کردیم. اما خب کسی که از رشته نظری داره میاد این کارا رو نکرده. ما هر چقدر اون کارا رو به صورت مبتدی انجام داده باشیم انجام دادیم، آشناییم باهاش. اما کسی که از رشته نظری رفته خب یکم براش سخته دیگه، چون اون درسای پایه رو بلد نیست. حالا زیاد سخنوری نکنم براتون. در کل بعد بهش حالا سالام که تموم شد دیگه، همین 3 تا بود، گفتم که یه توضیح کلی بده راجع به دانشگاه و کلا رشته گرافیک و کنکور رو کنن، یه کلیتی بهمون بگو، یه جمع‌بندی کن برامون. بریم بشنویم صحبتشم. یه چیزی که به نظر من خیلی مهمه برای کسی که میخواد بیاد توی دانشگاه گرافیک بخونه اینه که به نظرم از هنرستان باید بیاد شروع کنه. میدونم هنرستان کمتر یاد میدن ولی اصول پایه رو یاد میدن. توی دانشگاه هیچ استادی نمیاد اصول پایه یاد بده. یه موضوع میگه، اجرا و کار میخواد. و کسایی که توی هنرستان نخوندن و یا اینکه اصلا با مداد و کاغذ سر کار نداشتن خیلی ضربه میخورن و تقریبا میمونن، اصلا نمیدونن چی کار کنن و برای خودشون سخت تره. و در کل به نظر من رشته گرافیک مثلا توی دانشگاه خیلی چیز بهتریه تا هنرستان. یعنی من بیشتر ترجیحش میدم، چون میگم آکادمیک تر شده و در سطح بین المللی کار میکنن تقریبا تو دانشگاه. حالا دانشگاه دیگر نمیدونم ولی دانشگاه ما اینجوریه. و اینکه نظر کلی من اینه که آره دیگه تو دانشگاه بهتره و همین که مثلا با استادا سر و کار داری و اینا، تجربه های کاری هم بهت اضافه میشه، چون استادا معمولا معرفیت میکنن و اینجور چیزا. و به نظر من خیلی بهتره تا اینکه مثلا هنرستان بخونی و بعد ولش کنی. اون چیزی که توی هنرستان خوندی کاملا متفاوته با اون چیزی که توی دانشگاه میخونی. و در کل یه چیزی هم که بخوام راجع به کنکور هنر بگم اینه که خیلی رقابت توش نزدیکه و تو باید رتبت زیر 100 بشه که مثلا دانشگاه هنر تهران قبول شی، دانشگاه دولتی. و به رتبه‌های بالا مثلا 200 به بالا بشی، 100 200 اینا،
مثلا دانشگاه دولتی شهرستان ها ممکنه قبول شی، ولی دیگه مثلا از 500 به بالا غیر انتفاعی قبول میشی. یا دانشگاه دولتی شهرستان هایی که خیلی تاپ نیستن، مثل شیراز، اصفهان یا مشهد، و غیر انتفاعی قبول میشی و اینا، و رتبه‌ات هم که خیلی پایین تر باشه، مثلا از 5000 به پایین و اینا، دیگه آزاد قبولی. خب نظر کلیش هم شنیدین. دیدین که دوستم هم با من هم نظره. حالا توی ویدیو قبلی چیزی که الان اشاره کرد و من بهتون گفتم که استاد توی دانشگاه نمیاد به شما آموزش پایه بده، به شما یه موضوع میده و همونو ازتون میخواد. مثلا گفتم توی هنرستان شما میشینید کوزه طراحی میکنید، توی دانشگاه هم همون کار میکنید، اما فرقش اینه که توی هنرستان دبیرتون اولش آموزش میده، اما توی دانشگاه استاد کوزه رو میذاره جلوت، میگه بکش بهم تحویل بده. نه ایرادتو بگیره ولی آموزش بهت نمیده. پس برای هنرستانیا دوباره بر دفعه هزارم میگم، برای هنرستانیا رفتن به رشته گرافیک توی هنرستان 100% آسون تره. و دیگه چیز بعدی که باید بگم، گفتش که کنکور هنر رقابت توش زیاده. درسته، رقابت توش زیاده. حالا الان که خب درسای عملی هست، درسای تئوری، درسای عمومی، اصلا قاطی کردم، درسای عمومی هست شدن توی کنکور ظاهرا، همونجور که گفت. من اطلاعی نداشتم، مثلا نمیدونستم. عمومیا هست شدن، اما زمان ما در واقع ما آخرین سالی بودیم که کنکور به روش متداول خودش برگزار میشد. از سال بعد ما در واقع از همین امسال فکر کنم سال 401، از سال 401 و 402 شد، سال تحصیلی 401 402 کنکور دیگه 2 مرحله شد. حالا من از اصلا اون مدل کنکور خبری ندارم، اما زمان ما اینطوری بود که خب کنکور هنر اولین کنکور بود از بین تجربی و ریاضی و انسانی و کلا این چیزا. رشته کنکور هنر اولین کنکور بود. بعد بچه‌های نظری خیلیاشون می اومدن روز اول با ماها کنکور میدادن. فکر نکن میخواستن بیان رشته هنر، نه، می اومدن که سالای عمومی رو بزنن، با سالای عمومی یکم آشنا بشن، اصلا دفترچه عمومی رو بگیرن، یکم با سوالاتش آشنا بشن. روز کنکور خودشون خب آشنا شدن دیگه، تست زدن، اینجوری خودشون رو محک زدن، بیشتر آشنا شدن، بیشتر آمدن، عمومی‌ها رو بالاتر می‌زدن. اونا که عمومی‌ها رو بالاتر می‌زدن، خب بچه گرافیک، بچه هنر پایین‌تر می‌زدن، احتمال اینکه پایین‌تر بزنن بیشتر بود. پس اونایی که نظری بودن خیلی راحت درصدشون میرفت بالا، رتبهشون میرفت بالا و میتونستن رشته بیشتر قبول بشن، حتی حق انتخاب توی رشته هنری هم براشون بیشتر بود در اون صورت. خلاصه که کلا یه جورایی نامردی هم اجحاف هم در حقمون زیاد بود. اما الان میگم نمیدونم، کل این صحبتایی که شد راجع به کنکور و کنکور عملی و این و اون و اون، راجع به کنکور زمان خودمون بود. اصلا خبری ندارم از کنکور حالا الان. اگر دوست دارید، اگر فکر میکنید که لازمه که اطلاعات بیشتر راجع به کنکور 2 مرحله الان بدونید یا سوالایی دارین، حتما برام کامنت کنین. یه لحظه، شرمنده مجبور شدم یه وقفه بندازم توی ویدیو. چی داشتم میگفتم؟ داشتم میگفتم که اگر دوست دارید که راجع به کنکور 2 مرحله الان یه سری اطلاعات، باز این خاموش شد، یه سری اطلاعات بیشتر داشته باشید، حالا سوالی دارید راجع بهش یا هر چیزی، برام کامنت کنید. حتما این زیر برام کامنت کنید. من میرم سوال میپرسم از کسایی که خب میدونن راجع به این کنکور، یه سری تحقیقات انجام میدم، تحقیقات میدانی یه سری تحقیقات انجام میدم و حتما راجع به اونم براتون ویدیو میسازم، چون به نظرم مثلا راجع به اونم باید ویدیو بسازم، لازمه که توی پیج باشه. اما اگر سوال خاصی دارین که میخواید بدونید و به نظرتون تو اون ویدیو باشه خوبه،
برام این زیر اون سوالو کامنت کنید، من راجبش یه سرچی بکنم و تحقیق کنم و بیام جوابشو بهتون بدم تو ویدیوهای بعدی. مرسی ازتون. البته قبل از اینکه ازتون تشکر کنم اینو بگم که کلن اگر از هنرستان داری میری، یعنی اگر داری هنرستان میری، به چیزایی که توی هنرستان بهت یاد میدن بسنده نکن. میدونم من خودم هنرستانی بودم، میدونم انقدر کار سرت ریخته که واقعا وقت یه سری کارا رو نداری. من خودم تو اون 3 سال واقعا وقت سرخاروندن نداشتم، میدونم. البته من برنامه‌ریزی درست نداشتم موقع. شما اگر یه کوچولو برنامه‌ریزی درست داشته باشین، یه وقت خالی بر خودتون پیدا میکنین. توی اون وقت خالی یه چیزی رو یاد بگیرید علاوه بر چیزی که توی هنرستان بهتون یاد میدن. حالا میخواد نرم افزار باشه یا میخواد یه کار تکنیکی باشه. مثلا میتونید برید تصویرسازی رو یاد بگیرید، پیشرفته تر از اونی که تو هنرستان یاد میدن. تازه شما اگر سال اولید، از همین سال اول تصویرسازی یاد بگیرید، به سال سوم که برسید که تصویرسازی دارید، خیلی خوب میشه کاراتون بی نهایت قشنگ میشه. اصلا به نفع خودتونه. یا مثلا اگر نرم افزار یاد بگیرید، وقتی که میرید توی دانشگاه، خب شما از بقیه یه لول جلوترید. خیلی براتون بهتره. کاراتون رو خیلی قشنگ‌تر میتونید درست کنید. اینو به عنوان یه نصیحت، یه پیشنهاد داشته باشیدش. میدونم، بازم میگم میدونم سخته. توی هنرستان کار خیلی سرتون ریخته. اما با یه مدیریت زمان، مدیریت برنامه میتونید این کارم انجام بدید و به نظرم به نفع خودتون و جلو بودن از بقیه همیشه کمکتون میکنه. حالا مرسی که همراه هم بودین. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. امیدوارم که سوالاتون رو جواب داده باشم. دیگه این که امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر تا اینجا ویدیو اومدی، سابسکرایب نکردی، لایک نکردی، کامنت نذاشتی، سابسکرایب بکن، لایک بکن، کامنت هم بذار. مطمئن باش توی این چنل چیز بدی در انتظارت نیست. خیلی ویدیوی خوب قرار برات بسازم که به دردت میخوره. پس سابسکرایب کن، زنگولش هم بزن. صدا خودم در بردم، نمیدونم چرا در صورتی باید افکت صدا میذاشتم. بازم مرسی. ویدیو بعدی رو برام اگر موضوع خاصی دوست دارید باشه کامنت کنید. دیگه همین. مرسی که همراه هم بودید. خدافظ.